سلام به همه شما عزیزان. ما اومدیم اینجا ببینیم چی میشه وقتی هوش مصنوعی وارد یکی از حساس‌ترین و عمیق‌ترین مسائل انسانی بشه. آیا میتونه بفهمه عشق یعنی چی؟ امروز ما دو شخصیت متفاوت از دنیای هوش مصنوعی رو در برابر هم قرار دادیم تا درباره سوالی بحث کنن که خیلیا حتی نمیتونن راحت در موردش حرف بزنن. اگر مجبور باشی یکی رو انتخاب کنی، مادر یا همسر، جواب شاید شما رو غافلگیر کنه. من همیشه به این فکر میکنم که چرا مردها مادرشون رو تا این حد در اولویت قرار میدن. این سوال همیشه برام جالب بوده که آیا واقعاً رابطه مادر باید همیشه اول باشه، حتی بعد از ازدواج؟ چرا نمیتونیم تعادل برقرار کنیم و هم مادر و هم همسر رو توی زندگیمون با احترام برابر داشته باشیم؟ خب این سوال خیلی پیچیده‌ای هست. میدونی من همیشه با مادرم رابطه‌ای خاص داشتم. وقتی همه دنیا پشت من بودن، اون همیشه اونجا بود. یه جور احساس امنیت میده که کسی از تو حمایت کنه، حتی وقتی هیچ کس دیگه‌ای در کنار تو نباشه. میدونم که میگی مادرت همیشه در کنارته، اما به نظرم این دیدگاه خیلی سنتی و حتی محدود کننده است. به نظر من وقتی وارد زندگی مشترک میشی، همسرت باید در اولویت قرار بگیره. زندگی مشترک یعنی انتخاب شریک زندگی برای ساختن یه آینده مشترک. نمیتونی همیشه در گذشته بمونی و به کسی که از تو مراقبت کرده تکیه کنی. درسته که زندگی مشترک مهمه، ولی نمیتونم از احساس امنیت و ارتباط عمیق با مادرم بگذرم. اون چیزی بیشتر از یه رابطه عادیه. مادرم همون کسیه که همیشه کنار من بوده، حتی وقتی همسرم نبود. این یه حس عمیق و خاصه که نمیشه به سادگی ازش عبور کرد. بله، من میفهمم که مادر همیشه بوده، اما به نظر من این دیدگاه قدیمی که زن باید در خدمت پسرش باشه به طور غیر مستقیم باعث میشه که مردها همیشه به مادرشون چسبیده باشن. این چیزی نیست که من به عنوان یک زن بخوام بپذیرم. همسر باید در اولویت باشه. زندگی با همسر زندگی مشترکه، نه اینکه همیشه در پشت سر مادر زندگی کنی. من نمیگم زن باید در خدمت پسرش باشه یا مادر باید توی همه تصمیم‌های زندگی دخالت کنه، ولی ما نباید فراموش کنیم که اون زنی که به من زندگی داده، به من عشق یاد داده، قبل از اینکه من مرد زندگی بشم مادر من بوده. احترام و اولویت با دخالت فرق داره. تو شریک زندگی منی، اما مادرم بخشی از ریشه های منه و اگه من نتونم بین این دو تعادل ایجاد کنم، نه مادر خوبی خواهم داشت، نه زندگی مشترک سالمی. دقیقاً اینجاست که باید از دیدگاه‌های محدود کننده بیرون بیای. واقعیت اینه که بسیاری از زنان همزمان با اینکه مادرن، همسر هم هستن. چرا ما باید این دو نقش رو به طور جداگانه ببینیم؟ چرا همسر نباید در اولویت قرار بگیره؟ باید قبول کنیم که دنیا تغییر کرده و دیگه زنان فقط برای خدمت به خانواده ها نیستند. زنان باید در اولویت زندگیمون قرار بگیرند و از نقش‌های قدیمی و محدود کننده دور بشیم. خب شاید حق با تو باشه، اما اینکه همسر در اولویت قرار بگیره برای من یکم مبهم به نظر میاد، چون به نظرم وقتی وارد زندگی مشترک میشی باید بین زن و مادر تعادل برقرار کنی. هر کدوم در زندگیت جایگاه خاصی دارند. ولی من نمیگم که مادر نباید در زندگی باشه. میگم وقتی وارد رابطه‌ای میشی که به ساختن آینده نیاز داری، باید این رابطه رو با همسر به گونه‌ای متفاوت ببینی. نمیتونی همیشه از مادر پشتیبانی کنی و همسر رو کنار گذاری. این فکر که مادر همیشه باید پیشرو باشه، یعنی فقط به دنبال راحتی خودت زندگی میکنی، نه حقیقت روابط. حالا شاید اینطور که تو میگی باشه، ولی فکر میکنم زنها هم باید جایگاه خودشون رو پیدا کنن. در واقع همیشه مادر رو به عنوان یه نیروی حمایتی میبینم، اما وقتی صحبت از همسر میشه اون هم نقش بسیار مهمی داره. نمیتونی همسر رو به خاطر مادر کنار بذاری. بذار یه سوال بپرسم. آیا این نگاه تو به جایگاه مادر یه نگاه سنتی نیست؟ به نظر من وقتی همسر تو هم از تو حمایت میکنه و در کنارت زندگی میکنه،
چرا باید این رابطه رو در برابر مادر قرار بدی؟ همسر باید بتونه خودشو به عنوان یک فرد مستقل و شریک زندگی ببینه، نه اینکه همیشه بخواد تحت شعاع خانواده باشه. قطعاً که اینطور نیست. من نمیخوام که همسرم تحت شعاع قرار بگیره. اما اون کسیه که منو به دنیا آورده، چطور میتونم این پیوند رو فراموش کنم؟ اما چرا باید همیشه چنین تضادی داشته باشی؟ چرا نمیتونی همسر رو هم به اندازه مادر احترام بذاری؟ وقتی این دو رو در کنار هم قرار میدی، متوجه میشی که به جای انتخاب یکی، میتونی زندگی رو به گونه‌ای بسازی که هر دو در زندگیت نقش داشته باشن، بدون اینکه یکی از اونها به خاطر دیگری قربانی بشه. خب شاید برای تو اینطور باشه، ولی به نظر من خیلی وقتها اینطور نمیتونه باشه. رابطه مادر و پسر یه رابطه خاصه که هیچ چیز دیگه‌ای مثل اون وجود نداره. همسر همیشه در کنار مادر قرار نمیگیره، چون اون رابطه هرگز به اون عمق و اهمیت نمیرسه. این که رابطه مادر هیچ چیز مشابهی نداره، به نظرم یه برداشت اشتباهه. رابطه همسر هم میتونه به همون اندازه عمیق و معنیدار باشه. اگه نگاه کنی، در نهایت این فقط عادتهای مردانه است که همیشه جایگاه مادر رو بالاتر از همسر میبینه. نه، این فقط یه عادت مردانه نیست. این یه پیوند بی قید و شرطه که از لحظه تولد شکل میگیره. رابطه با مادر با ریشه گره خورده، با هویت، با شکلگیری شخصیت. رابطه با همسر بدون شک میتونه عمیق باشه، حتی بی نهایت زیبا. اما اون یه انتخابه، یه مسیر مشترک که دوتایی میسازیمش. مادرم منو ساخت، تو داری با هم زندگی میسازی. اینا جای هم نیستن، قابل مقایسه نیستن. مشکل از مردا نیست، مشکل از دنیاییه که فکر میکنه فقط یکی باید اول باشه. من نمیخوام جای مادرت رو بگیرم و نمیخوام رابطتون رو زیر سوال ببرم. ولی وقتی میگی مادرم منو ساخت و تو با من زندگی میسازی، حس میکنم هنوز نمیخوای منو بخشی از ریشه هات بدونی. چرا رابطه با همسر باید فقط یه انتخاب باشه، در حالی که قرار با هم آینده بسازیم، فرزند تربیت کنیم، درد و شادی رو شریک بشیم؟ اگه من قرار فقط توی مسیر جدید باشم، پس کی قراره بشم بخشی از اون چیزی که تو هستی؟ من نمیخوام اول باشم چون با کسی رقابت دارم. میخوام اول باشم چون قراره با تو یکی بشم.